سلام شاگردان. امروز من تصمیم گرفتم برای شما درباره بیوسفر معلومات بدهم. بیوسفر چیست و در زیر کلمه بیوسفر ما چی رو در نظر داریم؟ برای جواب دادن بر این سوال‌ها کمتر پیش می‌رویم، یعنی درجه تشکلیابی ارگانیسم زنده رو در روی زمین مشاهده می‌کنیم. خب درجه تشکلیابی ارگانیسم زنده در روی زمین از اتم سر می‌شود. یعنی اتم چی است؟ اتم این ذره خردترینی از جهت فیزیکایی تقسیم نشونده است. لیکن باز اتم تقسیم میشود به الکترون، نیوترون، پروتون، یعنی ذره‌های بین‌نهایت خرد. یعنی ذره از همه خردترین این اتم است. یعنی که هستی یعنی که تمام هستی متریای زنده این از اتم سر می‌شود. خب اتم مثلا 126 زیاده از خلاصه زیاده از 100 المنت شیمیایی که در سیستم دوری مندلیف جوگیر است، هر یک همون المنت شیمیایی میشود یک اتم. جمع اتم ها تشکیل میکنند مولکول. جمع اتم ها چه تشکیل میکنند؟ مولکول تشکیل میکنند. مثلا فرض کردیم مولکول آب. این همین اگر مولکول آب باشد از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن عبارت است. برای همین فرمول مولکولش میشود H2O. دو اتم هیدروژن، یک اتم اکسیژن. خب این همین اتم تشکیل کرد، دو نمود اتم تشکیل کرد یک مولکول آب. این آب مولکول غیر ارگانیکی است. لیکن ما درباره مولکول ارگانیکی گام میزنیم. سفیده، چرب، کربوهیدرات، دیگر مولکول ارگانیکی، کیسلات‌های نوکلئینات و دیگر مولکول ارگانیکی. نو بس از آنه که این مولکول ارگانیکی است یا غیر ارگانیکی است، حتما از اتم عبارت است. مثلا سفیده، چرب، کربوهیدرات اگر بگیریم، اساس از 4 المنت عبارتند: هیدروژن، کربن، نیتروژن و اکسیژن. یعنی 4 اتمی اساسی که در تمام مولکول ارگانیکی دیده میشود. جمع مولکول های ارگانیکی یعنی یک چند مولکول ارگانیکی تشکیل میکنند ارگانوید چی است؟ ارگانوید این یک قسمتی حجره است که وظیفه مخصوص خود را اجرا میکنند. در حجره یک چند ارگانوید است. مثلا میتوکندریا، لیزوسوم، پارت گولجی، تور اندوپلازماتیکی که درباره اینها ما کوشش میکنیم که ویدیو که علایده تیار کنیم. خلاصه ارگانوید یکی از قسمت‌های اساسی حجره بوده است که وظیفه مخصوص را اجرا میکنند. اما حجره چیست؟ حجره واحد خردترین ارگانیسم زنده به حساب می‌رود. حجره واحد خردترین چی است؟ ارگانیسم زنده به حساب می‌رود. یعنی تمام ارگانیسم زنده از حجره ساخته شده‌اند. نگاه کنید، دقت. ما موافق پرینسیپ هیرارخی یعنی زینه به زینه انکشافیابی ارگانیسم زنده یعنی رفته ایستادیم. یعنی این پرینسیپ هیرارخی رو، این قاعده هیرارخی رو اولین مرتبه علم لینی پیشنهاد کرده است. این زینه چی میگه؟ یعنی پرینسیپ هیرارخی چی میگه؟ پرینسیپ هیرارخی میگه که یعنی حیات در روی زمین زینه به زینه انکشاف یافته است. و چه که اگر که مثلا گریم با وشونه دوم وقتی برآمدن یکم زینه، بعد از یکم دوم زینه، بعد از دوم سوم زینه میبریم، یعنی اول یک بعد 5 در خیس کردن نمیتونیم. اگر یک بعد 5 بری بعد پیش میزنیم. برای همین ما هم در پیدایش و انکشاف حیات چه که با رنگ زینه به زینه میبریم، حیات هم در روی زمین همیشه زینه به زینه انکشاف یافتگی و از روی همون ما گاز رسیدیم. اتم اول پیدا شده است، بعد مولکول پیدا شده است، بعد ارگانوید پیدا شده است، بعد حجره پیدا شده است. اکنون بعد از حجره چی پیدا شده است؟ جمع حجره ها حاصل کردن چی را؟ بافته را. значит بعد از حجره بافته حاصل شده است. خب برای جمع بافته ها حاصل کرده است عضو این یک قسمتی ارگانیسم است. مثلا دست من یک عضو است. تمام؟ این یک دست من عضو است. اگر عضوهای داخلی را بگیریم، دل، گرده، معده، روده یا هر یک چیزی هستند عضوان که از بافته های زیاد ترکیب یافتند. خب اکنون یک چند عضوها در ارگانیسم ما، در ارگانیسم حیوانات، در ارگانیسم دیگر ارگانیسم زنده رستنی ها تشکیل میکنند سیستم عضوها را. یعنی یک چند عضو تشکیل میکنند چی را؟ سیستم عضوها را. مثلا ما داریم دل و رگ‌های خونگرد، حلش در یک جایی میشه چی؟ سیستم گردش خون. یا که مثلا ما داریم معده، روده، خب سرخ روده، دیگر قسمت ها که آنها تشکیل میکنند چی را؟ سیستم عضوهای هاضمه را. یا که مثلا گفتیم خب مغز سر، هرمز، حجره های عصب تشکیل میکنند سیستم عصب. یعنی سیستم عضوها بسیار هستند و همه سیستم عضوها در جایی تشکیل میکنند چی را؟ ارگانیسم تام. ارگانیسم علاقه واحدی تام است.
برای چی ارگانیسم واحدی تام است؟ برای اینکه ارگانیسم یعنی همین حیات موجودات زنده در درجه ارگانیسم یگان فونکسیون یگان وظیفه خود را اجرا کرده میتونن. ارگانیسم میشوند یک حجره و بسیار حجره، یعنی در درجه یک حجره یگان وظیفه اجرا کرده میتونن، مثلا ساده ترین ها، و در درجه بسیار حجره مثلا انسان ارگانیسم بسیار حجره است. بدن ما از 200 میلیارد حجره عبارت است. 200 نوع حجره داریم، 200 میلیارد حجره داریم که همین با 86 میلیاردش حجره های نیرون حجره است. یعنی ما یعنی که علاقه چی هستیم؟ ارگانیسمی تام واحدی تام، برای اینکه از سیستم های عضوها عبارت هستیم. اما اکنون ارگانیسم تام این یک فرد ارگانیسم تام، یعنی من ارگانیسم تام، یعنی من یک نمود حساب میشم. یعنی ارگانیسم تام یعنی ارگانیسم، بعد از ارگانیسم چی میسازد؟ پاپولیاسیون و نمودی. یعنی اول نمود بعد پاپولیاسیون. نمود چی است؟ نمود یک فرد است. یعنی من یک فردم، یک نمودم. یعنی نمود این فردها هستند که در یک قلمرو ما زندگی میکنند، آزادانه جفت میشوند، نسل آنها با قابلیت نسل دادن دارد، نمود است. اما اگه پاپولیاسیون چیست؟ پاپولیاسیون این مجموعه فردها یک نمود است. اگر من یک نمود باشم، نمودی هومو ساپینس آدمی با عقل، یک چند نموده که ما در یک جا زندگی میکنیم میشه چی؟ پاپولیاسیون آدمی با عقل، پاپولیاسیون هومو ساپینس. اما یعنی که مثلا در طبیعت بگیریم، مثلا گله گرگان، گله شیران، گله مثلا گریم آهوها، گله آهوها، یک آهو، یک شیر، یک گرگ، این همش یکتگی نموده. لیکن گله وقتی زندگی میکنه گله چی میشود؟ پاپولیاسیون یعنی مجموعه فردهای یک نمود، این چی است؟ پاپولیاسیون که در یک قلمرو ما زندگی میکنن. خب پاپولیاسیون ها تشکیل میکنن بیوگیوسینوز رو. بیوگیوسینوز چی است؟ بیو حیات، گیوزمین و سینوز عمومی، یعنی حیاتی عمومی ارگانیسم های زنده با طبیعت غیر زنده. نگاه، بیو حیات است، گیوزمین، سینوز عمومی. بیو حیات باشد یعنی تمام موجودات زنده. سینوز عمومی است که حیاتی یک جایی تمام موجودات زنده با طبیعت غیر زنده. گیو زمین است با طبیعت غیر زنده می‌نامند چی؟ بیوگیوسینوز. یعنی رستنی ها، حیوان ها، میکروارگانیسم ها، زنبورخ ها، آدم همش در جگی با طبیعت غیر زنده، با سنگ و خاک و کوه و دشت و دمن همش چی میشود؟ بیوگیوسینوز. اما بیوگیوسینوز ها در طبیعت پورن، بیوگیوسینوز های خرد و بیوگیوسینوز های کلان بسیار هستند و همین بیوگیوسینوز ها در جگی تشکیل میکنند چی؟ بیوسفر. این ما از درجه اتم موافق پرینسیپ هیرارشی اومدیم به کجا؟ به بیوسفر. رنگ کم میزنیم درباره بیوسفر. خب بیوسفر چیست و چی رو در بر میگیرد و در زیر کلمه بیوسفر ما چی رو درک میکنیم؟ بیوسفر از کلمه یونانی بیوس حیات و سفر کوره گرفته شده است. یعنی بیوس چی است؟ حیات، سفر کوره. خب بیوس حیات، سفر کوره یعنی قبطی حیاتی زمین، کوره حیاتی زمین رو چی میگن؟ بیوسفر. بستر کنید یک توپ داریم در دست ما، این توپ چی است؟ زمین، چون که زمین ما کوره شکل است و همین زمین ما کوره شکل کی باشد، اون قبطی که در همین در اونجا حیات دارد همون چی میگن؟ بیوسفر. اون قبط زمین که در اونجا حیات پنشدگی است چی میگن؟ بیوسفر. قبط حیاتی زمین، کوره حیاتی زمین. خب مفهوم بیوسفر رو اولی مرتبه ویل، یعنی مفهوم بیوسفر رو، بیوسفر کوره رو اولی مرتبه اولیم زیوس سال 1875 به علم وارد کرده است. اولی مرتبه اولیم زیوس سال 1875 مفهوم بیوسفر رو به علم وارد کرده است. بسیار عالمان درباره بیوسفر بسیار کشفیات ها کردند و نقطه اساسی رو درباره بیوسفر عموما بگیم تعلیمات بیوسفر رو پیشنهاد کرده است عالم اکادمیک روس ورناتسکی سال 1926 خودی تعلیمات درباره بیوسفر رو که پیشنهاد کرده است ورناتسکی پیشنهاد کرده است. موافق عقیده عالم روس ورناتسکی بیوسفر این کره حیاتی زمین می باشد که در آنجا ارگانیسم زنده سکونت میکنند، به واسطه به آن تاثیر میکنند، ماده ها را در همین بیوسفر به گردش میدارند و اینجا ارگانیسم زنده قابلیت دارند که بیوسفر را تغییر دهند. مثلا پیدایش کوه یا که مثلا پیدایش کول و این دیگر چیزا یا میشن حرکت های تکتونیکی وابسته به حرکت قشر زمین است، لیکن اون رو تغییر داده میتونن ارگانیسم های زنده. به عقیده عالم ورناتسکی